سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گنرال رحیمزاده نیز ترکش ماشین سیف علیزاده را عمل تروریستی نامید. 3 بازار سخاوت، پنجشیر و گنجینه طبق گیم پلان ویران کرده می شوند. اعتراض روسیه به سفیر ازبکستان راجع به حرفهای قدرت خوجایف. شناسنامه خارجی مادر گدایف را با بهانه یک خطا دارد پس گرفتند. تویوتا کرولا به فاندریو چپه شده 3 نفر جان باختند. و اکنون تفصیلات خبرها. گنرال پلکونیک رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 فوریه سال 2024 در نشست خبری وزارتش ترکش ماشین خدمتی رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کولاب سلیم سیف علیزاده را عمل تروریستی نامید و گفت این حمله از جانب گروه متشکل جنایتی انجام شده و از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی شماره زیاد شهروندان در چارچوب این پرونده دستگیر شدند. اما او از ارائه جزئیات دیگر خودداری کرد و گفت این سری تفتیشات است و بعد انجام تفتیشات باز به شما خبر میدهیم. این در حالی است که حمزه علی مظافروف دادستان نفتین منطقه کولاب روز 30 ینور سال 2024 در نخستین نشست خبریش از بازداشت 8 نفر در رابطه با این حادثه خبر داد و گفت که تفتیش این پرونده بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، ماده 179 تروریسم و ماده 307 اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع از جانب کمیته دولتی امنیت ملی پیش برده می شود. به گفته داستان گویا این افراد دستگیر شده در دیگر قسمت‌های منطقه کولاب نیز فکر انجام حمله‌های تروریستی را در سر داشتند، اما او در این باره شرح و تفصیلات نداد. اولین شده پایگاه خبری بامداد درباره فرضیه حمله تروریستی در پرونده ترکش ماشین رئیس حزب حاکم در کولاب خبر داد. منبع بامداد گفته بود که دستندکاران این حمله با امیسارهای گروه تروریستی داعش خراسان در قلمرو افغانستان تماس داشتند و از آنها طرز تیار کردن و در ماشین رئیس حزب چسباندن بمب خودساخت را یاد گرفتند. در همین حال رادیوی آزادی روز 15 فوریه با تکیه به منبع در مقامات انتظامی خبر داد که گویا از خانه نفری که ترکش را انجام داده است پرچم گروه تندرو داعش را پیدا کردند. او گفت که این گروه با احتمال زیاد با دستور شاخه خراسانی داعش که معمولا در افغانستان فعال است عمل کردند. همسن و دوست یک عضو این گروه در صف این سازمان در افغانستان است. او با دوست خود در تماس شده او را به صف این سازمان جلب کرده است. از خانه‌اش پرچم این گروه پیدا شد که آن را همراه با همسرش آماده کرده بودند. گفته است این منبع یک پیوند یکی از دستگیر شدگان گفته است به اتهام اعلان کرده مقامات باور ندارد. او نه نماز میخواند نه روزه میگرفت، ریش هم نداشت و یگان بار درباره دین و دینداری گپ نمیزد. وقتی او را قپیدند همه حیران شدند. ممکن نفهمیده یا درباره یگان چیز دیگر با همراه دیگر بازداشت شده و گپ زده باشد، ولی باور نمیکنم که عضو یگان سازمان تروریستی باشد. گفته است این ساکن کولاب درباره خویشاوند دستگیر شده است. توسط منابع دیگر تصدیق کردن ادعای مقامات درباره حمله تروریستی بودن حادثه خیلی مشکل به نظر می رسد. نام این 8 نفری برای ترکش ماشین رئیس حزب حاکم دستگیر شده نشر نشده است و معلوم نیست که آیا آنها با وکیل مدافع تامین شدند یا نه. خدمات شناسنامه‌دهی شعبه میلیسیای نویه فرخار شناسنامه خارجی آیشما عبداللهی و مادر 73 ساله شرافالدین گدایف رهبر جنبش اپوزیسیونی اصلاحات و رشد تاجیکستان را همگی بعد 2 روز داده شدنش از او با بهانه اصلاح یک خطا پس گرفته اینا قریب 3 هفته باز پس نمیدهند. در این باره روز 14 فوریه سال 2024 شرافالدین گدایف خبر داد. مقامات کارهای داخلی نویه فرخار تا حال این ماجرا را شرح ندادند، ولی بنا به نقل گدایف این کار را نوجوانمردی میشمارد. شناسنامه را که خودشان داده بودند با فریب از مادر پیر او پس گرفتند. مادر من از چند بیماری از جمله از درد دل و فشار خون و دیابت قند رنج میکشد و ما میخواستیم که بعد شناسنامه خارجی گرفتنش او را برای تبابت به خارج از کشور و احتمال غالب به ترکیه ببریم.
در اول در خدمات شناسنامه‌دهی شعبه کارهای داخلی نوحه فرخار بدون یگان مشکل برای شناسنامه خارجی درست کردند و در پایان ماه ینور به دست داشتند. فکر میکنم از بس که نسب مادر من عبداللهیف است شاید در اول نفهمیدند که او مادر گدایف است. بعد 2 روز وقتی فهمیدند که به کی شناسنامه دادند، شتابان به خانه من در مرکز نوحه فرخار آمده مادر پیرم را فریب دادند که گویا در شناسنامه‌اش چیزی را خطا نوشتند و اون خطا را اصلاح کرده بعد 2 روز شناسنامه را در شکل درستش برمیگردانند. ولی اینک 17 روز گذشت ولی چنین به نظر میرسد که دیگر به مادر پیر من شناسنامه دادنی نیستند، نقل کرد گدایف. این سیاستمدار مخالف معتقد است که با چنین شیوه مقامات میخواهند برای فعالیت‌های اپوزیسیونی او توسط مادرش نخور بگیرند. میخوان خویشاوندان مرا همچون گروگان در داخل نگاه بدارند. چنین شیوه بهرمانه برخورد نسبت به خویشاوندان مخالفین حکومت حتی در دوره جنگ شهروندی که یک گروه به ضد حکومت با یراق می جنگید نبود. مقامات تا حال این ماجرای شناسنامه مادر گدایف را یگان شرح ندادند، ولی در گذشته فعالان دیگر مخالفین نیز درباره برای فعالیت‌های اپوزیسیونی آنها تحت تعقیب و فشار قرار گرفتن خویشاوندانشان و از جمله منع سفر آنها به خارج و مصادره شدن شناسنامه‌های خارجیشان شکایت کرده بودند. از این قبل ماه اکتبر سال 2023 در پی تظاهرات مخالفین تاجیک در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به برلین، کارمندان شبکه برق نوحه فرخار سیم‌های برق خانه گدایف را بریدند. انتقال برق را به خانه او قطع کرده بودند. آنها گفتند که فرمان از بالا است. آنها گفتند که پسر در برلین به ضد پرزیدنت گپ زده است و به ما از کلاب امر دادند که سیم برقش را ببرید. نقل کرده بود آقای شما عبداللهیو. روزهای 28-29 سپتامبر سال 2023 در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به برلین، گروه از فعالان اپوزیسیون تاجیک در پایتخت آلمان چند تظاهرات اعتراضی دایر کردند. چند تن از مخالفین حتی ماشین پرزیدنت رحمان را که به ملاقات با صدر اعظم آلمان اولف شولز میرفت با تخم زدند. در اعتراضهای برلین شراف‌الدین گدایف نیز اشتراک و چندین بار با انتقاد از حاکمان کنونی تاجیکستان سخنرانی کرده بود. شراف‌الدین گدایف سال 2015 به اروپا پناه آورد و حالا در هلند به سر میبرد. او از سال 2018 رهبر جنبش اصلاح و رشد تاجیکستان، یک گروه اپوزیسیونی عضو ائتلاف در خود جمهوری ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را بر عهده دارد. ماه فوریه سال 2019 گدایف را ضمن سفرش به مسکو به طور مرموز را بوده با هواپیمای سامون ایر به تاجیکستان بردند. این قضیه سر و صدای زیادی به پا کرد و در پی دخالت دولت‌های اروپا مقامات تاجیکستان شراف‌الدین گدایف را الکی بعد 17 روز رها کردند و او صبح 2 مارس سال 2023 با پرواز دوشنبه فرانکفورت به اروپا برگشت. اتفاقا بازم با هواپیمای همان شرکت سامون ایر. خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه روز 14 فوریه سال 2024 خبر داد که سفیر ازبکستان در مسکو باترجان اسدوف را در رابطه با یک سخنرانی جنجال برانگیز شیرزاد قدرتخواجه، رکتور دانشگاه ژورنالیستیک و ارتباط عمومی و رئیس انجمن ملی مطبوعات ازبکستان به میدان اسمالنسک به وزارت خارجه روسیه فریاد کرده به او نوت یا یادداشت رسمی اعتراضی سپاریدند. شیرزاد خان تاج‌الدین اغلی قدرتخان روز 13 فوریه در مصاحبه با یک بلاگر محلی آنهایی را که بعد زمین لرزه خرابی آور سال 2016 برای برقرار کردن شهر تاشکند به پایتخت ازبکستان آمده در اینجا ماندند، ولی در طول این قدر سال زبان ازبکی را یاد نگرفتند. به باد مذمت کشید. او از سخنهایی که به کارل مارکس نسبت میدن اقتباس آورد که زبان کشوری را که آنجا زندگی دارد تنها 2 طایفه یاد نمیگیرند، یا اشغالگران و یا بیعقلا. شیرزاد قدرتخواجه خطاب به روززبانهای مقیم ازبکستان که زبان ازبکی را نمیدونند گفت اکنون آنها باید خودشان انتخاب کنند که کیستند، اشغالگر یا بیعقل. در وزارت خارجه روسیه به سفیر ازبکستان گفتند که مضمون و لحن چنین بیانیه‌ها کاملا خلاف مناسبت‌های استراتژی و اتفاقچی است که روسیه و ازبکستان پیوند می‌دهد. در اداره سیاست خارجه روسیه هم چنین تاکید کردند که هر نوع کوشش جنگ انداختن مردمان کشورهای ما چه در داخل و چه از بیرون
محکوم به ناکامی اند. وزارت خارجه روسیه همچنین از جانب ازبکستان خواسته است که برفای قدرت خوجایف واکنش کنند. امیدواریم که وزارت خارجه ازبکستان در مدت نزدیکترین شرح رسمی با ارزیابی اصول بیانیه‌های تحقیرآمیز این خادم بلندپایه را ارائه می‌کنند. در وزارت خارجه روسیه گفتند که هر وقتی که در مطبوعات روسیه چنین بیانیه‌های تند در مورد ازبکستان صدا می‌گن، مسکو زود در سطح رسمی از این بیانیه‌ها فاصله می‌گیرد. در ملاقات با سفیر ازبکستان، اداره دیپلماتی روسیه همچنین اظهار اطمینان کرده است که اکثریت کل ساکنان ازبکستان برای ما دوست و به آن نظر قدرت خوجایف راضی نیستند. قبلا رهبر روسترودنچستو ایوگنی پریماکوف قدرت خوجایف را روسفوب یا روس بدبین نامید و اعلام کرد که تا زمانی که او برای سخنانش به صورت قابل باوری و قانع کننده عذر نپرسد، روسترودنچستو هر نوع تماس و همکاری با قدرت خوجایف و اداره های زیر رهبری او از جمله با شورای جمعیت وزارت تعلیمات مکتبی و تا مکتبی، دانشگاه ژورنالیستیکا و ارتباط عمومی و انجمن ملی مطبوعات ازبکستان را قطع می کند. شهرزاد قدرت خوجایف که 50 سال دارد و در گذشته مجری برنامه‌های رسمی تلویزیونی دولتی ازبکستان بود، سال 2018 نیز برای موقع گیریش نسبت به مسئله زبان ازبکی را ندانستن ساکنان روس زبان در مرکز یک جنجال قرار گرفته بود. بعد فروپاشی اتحاد شوروی میلیون‌ها نفر از ساکنان روس زبان از جمهوری سابق شوروی کوچ بستند. برخی از آنها که در جمهوری باقی ماندند زبان‌های محلی را تا حال یاد نگرفتند و برای این گاه از جانب برخی از ساکنان و تا منصبداران محلی که اکثرش بعد سقوط اتحاد شوروی به کمال رسیدند و زبان روسی را خوب می‌دانند، سرزنش و مذمت می‌شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. امید گوریزاده، رئیس نویه فردوسی، روز 14 فوریه سال 2024 در نشست خبریش گفت طبق نقشه گنرالی رشد پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان، بازارهای سخاوت، پنجشیر و گنجینه که در پهلوی هم در حدود نویه فردوسی در کناره‌های جنوبی شهر دوشنبه جایگیر شدند خراب کرده می‌شوند. امید گوریزاده گفت مسئله تخریب این بازارها 2 سال پیش زمانی که من معاون رئیس شهر دوشنبه بودم در یکی از جلسه‌های حکومت شهر با اشتراک رئیس پایتخت رستم امامعلی برداشته شده بود. طبق نقشه گنرالی شهر دوشنبه در آینده بازار سخاوت، پنجشیر و گنجینه باید به دیگر جا کوچانیده شوند. امید گوریزاده درباره مشخصاً کی آغاز شدن تخریب این بازار چیزی نگفت، ولی گفت که بازارنشین‌های سخاوت، پنجشیر و گنجینه به مرکز سودای معاصر کوچانده خواهند شد. او درباره اینکه این مرکز سودای نو در کجا و از جانب کی ساخته می شود معلوماتی نداد، ولی گفت که این مرکز نو باید مثل بازار میرگان ساخته شود. رئیس نویه فردوسی گفت در مورد اینکه به جای بازار سخاوت، پنجشیر و گنجینه چه ساخته می شود هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. رئیس نویه همچنین خبر داد که همراه با بازارها محله اهالینشینی که در پس سخاوت، پنجشیر و گنجینه جایگیر شده است نیز خراب کرده می شود. او گفت در پشت این بازار یک قشلاق کلان است. پرداخت کردن جبران برای خیزاندن آنها مبلغ کلان را طلب می کند. این خراجاتی است که از بودجت بدون پرداخت انداز و دیگر پرداخت ها می دهیم. حالا خرچ برطرف کردن خانه ها حساب نشده است، این در آینده است، ولی برای خیزاندن مردم شاید یگان 100 میلیون سومونی لازم شود. خیزاندن بازار را در دوشنبه در سالهای آخر چندین بار صورت گرفته است. از جمله مقامات قبلا بازار شامنصور معروف به زیلیان و بازارهای مواد ساختمان و مالهای روزگار سلطان کبیر و جلجم را خراب کردند. تاجران سلطان کبیر و جلجم را به بازار نوبنیاد کوشانیان کوچاندند که مالکش بنا به معلومات منابع مختلف شمس‌الله صاحبوف یکی از 7 داماد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به سهم ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که بنا به پیشبینی واشناسان از 16 تا 20 فوریه سال 2024 در قلمرو جمهوری حرارت هوا شدیداً پایین رفته، در وادی‌ها باران باریده به برف خواهد پیچید. در ناحیه‌های کوهستان جمهوری بارشات شدید برف و در راه‌های کوهستانی جمع شدن برف توده‌ها و یخبندی پیش بینی کرده می شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان و مهمانان تاجیکستان خواسته است که در این روزها
بدون ضرورت عاجل با راه‌های کوهستانی سفر نکنند، از جمله کارهای کشاورزی، چرانیدن چاروا، هیزمچینی و شکار در مناطق کوهستان خودداری ورزند. هنگام گرم کردن خانه‌ها و استفاده دستگاه‌های گرمدهی و بخاری‌ها قاعده‌های بی‌خطری از سوختار را قطعاً رعایت کنند. همچنین کمیته به ساکنان ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی در آستانه فصل سرد بر رعایت قاعده‌های بی‌خطری چند توصیه می‌دهد. نوابسته از آن که شما صاحب چگونه منزل استقامتی اید، باید ذخیره هیزم و انگشت داشته باشید. خانه‌های خود را گرم نگاه دارید. از استفاده دستگاه‌های خودساخت برقی برای گرم کردن خانه و خودداری نمایید. هنگام باد شدید زیر درختان، سیمچوب‌های انتقال برق، ستون‌های رکلم به پناه نبرید. باوری حاصل نمایید که چاروای خانگی شما در جای امن است و سردی تاثیرش ندارد. درباره ذخیره غذا به چاروا و آب نیز سر وقت فکر کنید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده بار دیگر خاطررسانی می‌کند که چرخ‌های تابستانه را به زمستانه عوض نمایید. ماشین‌های کلان حجم بارکش را با همه گونه واسطه‌های احتیاطی از جمله ابزار ضد لغزش، زنجیرها، بیل‌ها، فانوس‌ها تامین نمایید. هنگام حرکت در راه‌های کوهی فاصله بین ماشین‌ها را نظر به حالت‌های معمولی درازتر گذارید، زیرا در راه‌های پرلای و یخی نگاه داشتن ماشین مشکل است. در حالت پیش آمدن این یا آن حالت فوق‌العاده به تلفن‌های زیرین به قسم نوبداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده و بخش‌های ولایتی و شهری و ناحیه‌ای زنگ زنید و از مشکل به سرتان آمده خبر دهید. نوبدار مسئول در کمیته 112 93 880 28 19 221 91 19 223 13 11. صبح 14 فوریه سال 2024 در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود ناحیه عینی بر اثر بفان دریا چپه شدن ماشین تمغه تویوتا کارولا 3 نفر به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر 2 عکس از جای حادثه در اطلاعش گفت که در رفع عاقبت‌های این صدمه پرقربانی نجات بخشان این نهاد نیز اشتراک کردند. بنا به این منبع صبح 14 فوریه سال 2024 ساعت 9:10 به وقت محلی به قسم نوبداری فوری کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر رسید که در کیلومتر 124 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود ناحیه عینی ولایت سوخت صدمه رخ داده است. نجات بخشان شعبه حالت‌های فوق‌العاده وادی زرافشان به جای حادثه آمده معاین کردند که راننده ماشین تمغه تویوتا کارولا ساکن 25 ساله شهر کونیبادام ولایت سوخت که از شهر دوشنبه و طرف خوجند حرکت میکرد در این قسمت راه ازوده دارای واسطه نقلیات نبرآمده و ماشین او از بلندی به فان دریا سرازیر شده است. در نتیجه راننده و 2 مسافرش در جای حادثه جان دادند. نجات بخشان با کمک تجهیزات کوهنوردی به ساحل دریا فرآمده با استفاده از وسایل مخصوص جسد راننده و هر 2 مسافرش را از درون ماشین بیرون آوردند و به مقامات دخلدار سپردند. در رابطه با این حادثه کمیته حالت‌های فوق‌العاده بار دیگر از رانندگان خواسته است که در راه از اکثر احتیاط کار بگیرند و تمام قاعده‌های حرکت در راه از جمله سرعت را قطعاً رعایت کنند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می‌شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.